آقا سلام. اینا رو در آوردم، یه دونه مال بعد قبل تمرین، یه دونه مال بعد تمرین، یه دونه مال این دوستان برای بعدن. خواب بودم بیدار شدم بچه ها، خیلی وضعیت آلووالی دارم با پارس غزل زورم آزاد میکنم. آغاز میخوام این غذا رو بخورم، تدیک قرمز بزنیم روی این بذاری رنگ تدیگاست، اینم برنجه. آره یه غذایی بخورم، یه وعده سر غروبتر بدم تو باشگاه. مربی خانم مربی تکست داشتم باشگاه نیا، اینجا شوتینگ شده، یعنی دارن یکی با تفنگ توی باشگاه این ور میکنه. گفتم نه دیدم هوای صحرای روس رو داشته باش. گفت باشه آیسان. آره روز استراحت دیگه، خواب. سلام، خسته نباشین، خیلی چاکرم. دارم میرم ورزش کنم با حاجی جون. آفتاب داره میذاره اینقدر باله. امروز این دختر دوستم به من میگفت که من دالا کسی رو ندیدم. میگفت من خوشگلم خوشکلم. گفتم آره دیگه هستی، خود میدونی دیگه. خب پس پرشی منو ول کردی رفتی و دوچرخه تو گلمل بودی به جان قدیر. گفتم مریضم، دست خودم نیست دیگه. بعد دیدم اون غزل حافظ رو برای من خوند. گرد بارت بیش برفت بودم، رفتی و پروندهت بستیدم. تمرین مشترک تیم ملی چوگان که حاجی کاپیتانشه با تیم ملی کشتی که به سر قدیر داره میره رو دوشک. حاجی برایش که دوشک فردا کی میزنی؟ فردا سرشونه. فردا احتمالاً سرشونه میزنیم با 2 ست کامبیز.
آقا این غذا رو من تهیه کردم، این تدیک پارس مال خزر پارس چیه اونه گوشت اینم خاله ما خورد، انقدر گذاشت برای من، گفتم من نمیخورم، دیدم کسکیلیت کرد گفت نباید بخوری فلا اینا، گفتم حالا بذار تو فریزر بذارم اینجا، معمولا یادم میره که نخورم دیگه. همین دیگه، همه چی اوضاع میزونه دیگه. you're right, it's right. آره اینجوری دیگه، همه چی قربونت فعلا.